بعضی کساست خدا بازی میتن. میگه یک روز یک کسی یک غلام داشت، بر غلام خود گفت تو برو گندم بکار. او برش گفت که صاحب سایست، رفت جو کاشت. دیگر روز که مردکه می او خانه خراب. چرا کار کردی؟ گفت چی کردم؟ گفت تو خود جو کاشتی. گفت انشاءالله گندم حاصل میده. گفت تو دیوانه است یا من دیوانه است؟ چطور امکان داره که جو بکاری باز گندم در او بکنی؟ گفت خیلی شما مسلمان ها چرا میگیم که برو سر من نماز نمیخوانم باز جنت میرم، برو من سطر نمیکنم باز خدا مهربان است، برو من اعمال نیک نمیکنم برو خیر است. اینجا نماز نمیخوانی، احکام الله را تطبیق نمیکنی و اونجا میگی که من در جنت. این نماز تو که در اینجا خواندی اونجا برای تو درختی در جنت میشه و باغی در جنت میشه. اینجا هیچ چیز نداری و اونجا تقاضا میکنی. دیوانه من هستم یا شما؟ این مردکه فهمید که به خدا این مردکه بسیار هوشیار است. راست میگه که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو.